همدار عزیز سلام علیکم. 12 مارس سال 2025 می باشد. من از تجربه میکنم در فصل بهار برگ پیوند رو، یعنی مخچه پیوند رو. اگر که این مخچه پیوندی ما گرفت میفهمیم که در بهار مخچه پیوند میشده است. برای مخچه پیوند کردن ما خیلی مخچه رو بریده میگیریم از طریق گیلاس. و حرکت میکنیم که همین چوبی درونش رو از پوستش جدا کنیم. این چوب رو نقص جدا شده ایستوده است و من چوبش رو جدا کردیم. این آلوچه است. حالا که یکتا کردم یه همون ت پیوند میگن که حرفی ت، من حرفی ت کردیم. اکنون میبینیم جدا میکنیم. نه خیلی من این طرفش هم پوستش رو خیزوندیم. اکنون داخل همین پوست جایگیری میکنیم. ترشو شدن در کار بسیارتر تنگتر. ای جزیر کردیم و خواهی ما بس از جزیر کردنمون این رو میمونیم و میپیچونیم. این یک پایان تر کنیم. این نمونیم اینجا. اینجا بریم. حرفتی رو اینجا کشویم. نیمی دستم اینجا. اپراتور یک نشون دید. انا نزدیک. انا سرک شدیم. خواهی کن همینقدر تونستیم همجا مونیم. انا اون میپیچونیم. بوغم رو نمیپیچونیم. بوغم شده میستد. انا فکر میکنم که این میچسبد. برای چی؟ برای اون که خدا روزی است. دویم اون که روحی کاری ثواب است. سوم که این پیوند در گروه انگور و باو است و باید چسبیده گیرد. انا بیرون عزیز ما اجرا کردیم پیوندی بوغم پیوند رو در تنه آلوچه. بوغم پیوندی گیلاس. تگ پوسترش رو نشان دادگی بودم. این بوغم پیوند بود. اسکن پیوندش آسان‌تر چوک میکنید و یک لواش به نشان دادگی بودم. احیسار همداران عزیز در پناه خدا باشید. خیلی معقول شد نشد یکون گپ نویسید، یکون لایک میمونید. خدا نگهبان شما باشد.